همانطوری که این صحبت‌ها و این مکالمات درباره زندگی خانوادگی داشتیم، یکی از چیزهایی که ما به اون برمیگردیم ایده ارتباط هست. وقتی من به محبت خدا فکر میکنم، من فکر میکنم چگونه خدا ما رو بسیار دوست داشت که او نگفت هی دوستت دارم. او اون محبت رو با اومدن عیسی به زمین ثابت کرد و به ما نشان داد. او اون محبت رو از طریق نشان دادن زندگی مسیح ابلاغ کرد. پس ارتباط در یک رابطه بسیار مهمه. این در رابطه ما با خدا و رابطه‌مون با یکدیگر مهم هست. پس من میخوام شروع به کشف ارتباط بکنیم. در حال حاضر ما در این بحث شروع کردیم و ما برای چند جلسه خواهیم رفت، اما من میدونم شما بچه های دیوید و کلی سفری به سراسر جهان داشتید. این باید چالشی باور نکردنی برای ارتباط، از تصمیم گیری برای انجام کارهای هنگامی که شما اونجا بودید و بودن در موقعیتی که دشوار بود و همه اینها باشد. اول از همه فقط به ما بگید چه کار کردید و چرا اون رو انجام دادید. بله، خب همه چیز فقط کامل اتفاق افتاد و خدا درها رو برای ما باز کرد تا این رو انجام بدیم. سفر به 22 کشور که 9 ماه طول کشید. خانوادگی سفر کردیم. ما 1 سال مرخصی گرفتیم، خانه‌مان را اجاره دادیم، بچه‌هامان را از مدرسه بیرون کشیدیم و آنها رو در مدرسه خانگی گذاشتیم و برای آن سال ما به اطراف رفتیم و هم خدمت بود هم ماجراجویی برای دیدن این جهان زیبایی که خدا خلق کرده است. تعداد زیادی از دلایل وجود داشت که ما تصمیم گرفتیم به این سفر بریم. یکی از این دلایل این بود: فکر می‌کنم هر چیزی از بچگی خودتان برای شما واقعاً با ارزش و گنج بود. این طبیعیه که شما بخواین اونها رو به بچه‌هاتون پاس بدهید. بخشی از دوران کودکی من، همونطور که همه شما می‌دانید، این بود که بیشتر تابستانا به کشورهای بین‌المللی سفر می‌کردم. خدا عدسی که زندگی رو از طریقش می‌بینم شکل داد تا عدسی جهانی باشد و به من کمک کرد تا چشم اندازی از جلالش در فرهنگ‌های مختلف ببینم. آن یک خواست عمیق برای بچه‌های خودم بود. من احساس کردم بسیاری مسائل جانبی و اثرات وجود دارند که در زندگیشان اتفاق می‌افتد. از آنهایی که بسیار داده شده بسیار مطالبه می‌شود. این داشتن یک ذهنیت از آنچه که من انتظار دارم نیست که من باید چیزی رو داشته باشم. رفتن به فرهنگ دیگران کمک می‌کند تا افق فکری بچه‌ها رو گسترش دهیم و با آنها کمک می‌کند ببینن که به اونها بسیار داده شده. اما خط پایان دیدگاه من این بود که بچه‌ها قادر باشند از طریق این عدسی جهانی تمام فرهنگ‌های مختلف رو ببینن و درک کنن. بزرگترین آموزشی که میتوان در زندگی دریافت کنین از دیدگاه من سفر کردن، ملاقات جدید، مکان‌های مختلف و بیرون اومدن از منطقه آسایش و چیزهای جدید یاد گرفتن. فقط واقعاً سریع خاخام‌های باستان در تورات یهودیان از این گفته استفاده می‌کردند که 70 زوایای مختلف برای درک یک آیه از کتاب مقدس وجود دارد. به همین دلیل شما تلمود و تمام این اسناد تاریخی در یهودیت رو تا به امروز دارید. به این دلیل است که تفسیرهای متفاوتی از آنچه کلام معنی می‌دهد وجود دارد. این بسیار غنی و کامل است. هیچ یک از ما تا به حال درک کاملی از آنچه که خدا کیست نداشتیم. حتی از طریق کلامش احساس می‌کنم همچنین یک راه خوب برای دیدن زندگی است. زوایای زیادی وجود دارد. خدا می‌تواند جهان ما را گسترش دهد. به جای اینکه فکر کنید و بگید او من اینجا در شهر کوچک برنیز زندگی می‌کنم و این روشی است که باید باشد، آنها می‌بینن که این در روش‌های مختلفی انجام می‌شود. من فکر می‌کنم خدا دانه‌ها رو درون اونها کاشته تا در نتیجه تغییر کنه. من مطمئنم کلی هر زمانی که دیو اون رو با شما در میان گذاشت شما گفتید خیلی ایده خوبه خوبیه، بریم. بزن بریم. بله، من فکر می‌کنم این دیوونه وارترین چیزیه که شنیدم و فقط گفتنش اینجوری به نظر می‌رسید. باحاله، بیای جهان رو سفر کنیم. اما من خیلی عملی‌امو شروع کردم به فکر کردن. بچه‌ها رو روزی 3 بار خوراک بدیم، کجا قراره بمونیم؟ چجوری آموزششون بدیم؟ ما با همدیگه 24 ساعته خواهیم بود. آیا این سرگرم کننده به نظر می رسید؟ همه این چیزا شروع کردن به ذهن من اومدن و من فقط فکر می کردم. واو، نمیدونم که میتونم انجام بدم. هرچی بیشتر دعا می کردم و هرچی بیشتر فکر می کردم، بیشتر حس می کردم که این هدیه‌ای از زمان بود که خدا به ما داده. ما به نوعی با زندگیمون مطابق نبودیم. بچه‌ها در سنی بودن که همه در جهات مختلف می رفتن و شب ما دیوونه کننده بود. من میگفتم که این زمانیه که ما واقعا میتونیم چیزها رو با هم دیگه تجربه کنیم و از زندگی در سرعت کمتری لذت ببریم. به خاطر اون و اینکه متوجه شدم وقتی ما از این سفر برگردیم تیلور در کلاس 9 خواهد بود و من 4 سال بیشتر با اون خواهم داشت.
حس می‌کردم اونا همیشه کوچیک میمونن، اما وقتی به مدرسه رسیدن به نوعی پرواز کردن بود. پس فکر کردم این میتونه یه سالی باشه که ما واقعا میتونیم با سرعت کم بریم و از یکدیگر لذت ببریم. خوشحالیم که اونو انجام دادیم. فراز و نشیب‌هایی داشت، اما وقتی به عقب نگاه می‌کنیم شاکریم. مطمئنم شما صحبت‌های طولانی درباره این داشتید و مطمئنم جداگانه و با یکدیگر دعا کردید و تلاش زیاد کردید که مطمئن بشید کاری که می‌کنید قراره انجام بدید. بله. بسیار خوب. پس اون رو انجام دادید، تصمیم گرفتید و انجامش دادید. یکی از اولین توقفاتون لیبریا بود. به ما بگید وقتی اونجا رسیدید چی شد؟ خب ما به اونجا رسیدیم و در اونجا برای 2 هفته بودیم. هفته اول که اونجا بودیم بیماری ابولا وجود داشت. اما این واقعا در میزانی که در پایان گسترش یافته بود هنوز گسترش نیافته بود. پس یک تیم دیگر از آمریکا داشتیم که اومدن و با ما ملاقات کردن و وقتی اونا رسیدن شیوع ابولا شروع به اخبار بین المللی شدن کرده بود و چندین غربی در گذشته بودن. در طول هفته بعدی پروازهای هواپیمایی لغو شد. دولت سعی می‌کرد تا تمام اقدامات احتیاطی رو از جلوگیری کردن مردم از ابتلا به ابولا انجام داد. این واقعاً شروع گسترش ویروس ابولا درون کشور لیبریا بود. پس آن هفته اول ما تلویزیون یا هر چیز دیگری نداشتیم. با اونا زندگی می‌کردیم و زمان خوبی بود و کار خدمتمون رو انجام می‌دادیم. هفته بعد این تغییر کرد و جلسات عمومی تعطیل شد. به یاد دارم 1 روز قبل از اینکه این کار رو انجام بدن ما این کارها رو به نام اردوگاه بورس تحصیلی بچه‌ها داشتیم که انجام میدادیم. آنها آن را تعطیل نکرده بودند، اما از ما پرسیدن آیا امن است تا بچه‌ها رو بیاورند. ما باید بچه‌های خودمون رو هم می آوردیم و اونها باید دعا می‌کردند که به اردوگاه بروند یا نه. این فقط یک آزمایش خوب از ایمان بود، یک بررسی حقیقت برای بچه‌های خودمون، نه تنها چیزی رو در تلویزیون ببینند بلکه این رو تجربه کنن و در جای شخص دیگری قرار داده شوند. آنها چیزی که این بچه‌های آفریقایی هر روز تجربه میکنن رو تجربه کردند. سپس همچنین باید به خدا در میان آن اعتماد کنند. پر از آشوب بود، اما آرامشی در میان همه اونایی که اونجا بودن وجود داشت. شما فقط میتوانید بگویید حضور خدا در طول اون زمان با ما بود. میتونم به شما بگم یک آزمایش برای پدر و مادر بزرگ بچه‌ها هم بود. نه بچه‌ها، فقط پدر و مادر بزرگ‌ها. بله، چند نیمت ما گرفتیم. برای شما بچه‌ها ما دعا برای این می‌کردیم. بودیم. پس به من بگید تمام این سفر چی؟ اگه میتونستید فقط اون چه که شما درباره برقراری ارتباط با یکدیگر در سفر یاد گرفتید رو اظهار کنید، چه میگفتید؟ چنان که کلی گفت ما با یکدیگر شبانه روز بودیم. ما در جای تنگ بودیم. من متوجه شدم ما آمریکایی هستیم و نعمت این رو داریم تا بتوانیم به جای دیگر برویم، اما فکر میکنم مهم نیست از چه فرهنگی میاد. این مهم است که فضا و زمان منحصر به فرد رو داشته باشین به منظور یک ارتباط خوب. وقتی با هم هستید شما باید در رابطه‌تان با خدا با داشتن آرامی و صلح شوید. ما فهمیدیم که ضروری بود، پس ما باید آن جاها رو ایجاد کنیم، اگرچه آنها رو در زمانهایی نداشتیم وقتی که در آپارتمان‌های 1 یا 2 خوابه میماندیم. چیز دیگری که میخوام بگویم این است وقتی که به اسرائیل رفتیم این بر روی ما تأثیر گذاشت که چگونه تمام فرهنگ سبت رو تمرین میکنند. داشتن ریتم زندگی برای یهودیان بسیار بسیار مهم است و همه آنها میگویند ما باید اول تبدیل شویم. سبت تبدیل شدن است، بقیه هفته انجام دادن است. شما آن ریتم زندگی رو نیاز دارین که زمانی دارید تا درک کنید خدا کیست و همسرتان چه کسی است و سپس می توانید به گرد هم بیایید و ارتباط غنی‌تری با هم داشته باشید. خب میتونم تصور کنم در هنگام سفر ما سفر کردیم، این یک چالش واقعیه تا قادر باشید جایی یا مکانی رو پیدا کنید تا اون رو انجام بدید. وقتی که شما با افراد دیگری احاطه شدید این واقعا مهمه و این بخشی از چیزی است که من واقعا باور دارم پیرو مسیح بودن تماما در اون باره است. این پر شدن تا بتونید برکت بدید. میخوام شما رو تشویق کنم ارتباطتون رو با توسعه دادن زمان تنهاتون با خدا توسعه بدید، وقتتون با او. پس شما میتونید به اندازه کافی و محبت آمیز با اون کسانی که به شما نزدیک و برای شما عزیزن ارتباط برقرار کنید.